سلام عرض میکنم خدمت دوستان همراهان گرامی. دوباره در خدمتتون هستم با یک آموزش دیگه. توی این ویدیو جدول ساعات روزها براتون آپلود شده. توی این جدول میتونید ساعات شب و ساعات روز رو ببینید. هر روزمون 12 ساعت داره و هر شبمون 12 ساعت، ولی این توی علوم غریبه و علم دعانویسی و طلسم نویسی به گونه دیگه‌ای در واقع حساب میشه. به این حالت که شما باید اگر میخواید ساعات روز رو حساب کنید برای طلسماتی که توی روز گفته نوشته بشه. اگر میخواید ساعات روز رو حساب کنید باید که طلوع خورشید شهر خودتون رو حساب کنید تا غروب خورشید شهر خودتون. الان فاصله مثلا میشه 11 ساعت، یعنی طلوع خورشید تا غروب خورشید شهر شما میشه 11 ساعت مثلا. این 11 رو تقسیم بر 12 میکنید، یعنی اینکه به 12 قسمت مساوی تقسیمش میکنید. مثلا برای هر ساعتی میاد 50 دقیقه. اون اولین قسمت که اومد 50 دقیقه میشه اولین ساعت شما. دومین ساعت که اومد 50 دقیقه میشه دومین ساعت شما. یعنی دیگه شما اون ساعت رو دیگه 60 دقیقه حساب نمی کنید، چون طلوع خورشید تا غروب خورشید شهرتون فاصلش کمتر بود از 12 ساعت، 11 ساعت بود. یکم کمتر میشه هر ساعت روز. خب اولین ساعتمون مریخ هستش برای شب شنبه. دومین ساعتمون شمس هستش که یکی از بهترین ساعت ها برای نوشتن طلسم های محبت هستش. اگر نگاه کنید توی این جدول هم شب ها رو نوشته هم روزها رو نوشته. اولین روزی که اینجا نوشته شب شنبه. شب شنبه منظور این نیست که الان امروز صبح شنبه بود الان شبشه، نه، امروز صبح جمعه بود، شب رد شده، خورشید غروب کرده، الان شده شب شنبه، فردا صبح روز شنبه میشه. یا همین برای یک شنبه، امروز روز شنبه بوده، خورشید غروب کرده شده شب یک شنبه، فردا که صبح دوباره خورشید طلوع کرد میشه روز یک شنبه. اینا رو گفتم که یک اطلاعاتی داشته باشید که این روزها و شبها رو قاطی نکنید، چون خیلی از دوستان مشکل پیدا میکنن توی این در واقع حساب کردن. خب حالا ازتون میخوام که یه خودکار و کاغذ بردارید، این چیزایی رو که میگم رو بنویسید، چون اینها خیلی مهم هستن. 100% باید بلد باشید اینا رو. میخوایم بدونیم که کدوم ساعت سعده و کدوم ساعت نحسه. اول از روز شنبه شروع میکنیم. ببینید اینها فقط روزها رو براتون میگم، برای شبها هم همونه. ساعت یعنی هیچ فرقی نداره که توی روز باشه یا توی شب باشه. مثلا ساعت زحل یک ساعت نحس اکبره، این دیگه هم صبح باشه نحس اکبره، هم شب باشه نحس اکبره، هم ظهر باشه نحس اکبره. پس ساعت با اسم مشخص میشه که نحسه یا سعده. خب اولین ساعتمون همون زحل رو که گفتیم بذارید با اون ادامه بدیم. زحل نحس اکبره. نحس اکبر یعنی چی؟ یعنی بزرگترین و بدترین و منحوس‌ترین دعاها و طلسمات رو شما میتونید توی این روز انجام بدید، مثل بغض، دشمنی، نفاق، جدایی، هر چیزی که دلتون میخواد. توی روز شنبه هم این ساعت خیلی قویه و بهترین ساعت برای انجام این دعاست. ساعت شمس
اگر دقت کنید اولین ساعت روز یکشنبه است، سعد اکبره. یعنی شما میتونید بزرگترین و بهترین دعاهای محبت، کارگشایی، رزق و روزی، بختگشا، دعاهای پیروزی و موفقیت، ازدواج، هر چیزی که احساس میکنید که خیره میتونید توی روز یکشنبه و توی ساعت شمس انجام بدید. ساعت شمس یک ساعت سعد هستش. ساعت قمر، اگر دقت کنید توی جدول داریم ساعت قمر اولین ساعت روز دوشنبه است. ساعت قمر سعد اصغره. یعنی چی؟ یعنی اینکه ساعت خوبیه ولی نه در اون حد که شما مثل ساعت شمس بتونید ازش استفاده های خیلی خیلی زیادی ببرید. البته این به این معنی نیست که به هیچ دردی نمیخوره، چون یعنی ساعت قمر توی روز دوشنبه بهترین ساعت برای انجام دادن باطل و سحر و زبانبند و رزق و روزی و بعضی دعاهای محبت رو هم میشه توی این ساعت نوشت که اون بستگی داره به اون طلسمی که نوشته شده و اون شخصی که صاحب طلسم هست و ببخشید قرارداد اون طلسم رو بسته با موکلین طلسم. خب ساعت مریخ اولین ساعت روز سه‌شنبه هستش. اگر دقت کنید نحس اکبره. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً این ساعت زحل. میتونید شما بدترین دعاها رو بنویسید: بغض، دشمنی، آوارگی، جدایی، نمیدونم سیاهی، سردی، هر چیزی که دلتون بخواد از دعاهای نحس و منحوس. هرچند مریخ هم نحس اکبر هستش ولی شما بهتره که اگر میخواید دعاهای نحس و جدایی بنویسید توی ساعت زحل روز شنبه بنویسید. هرچند خودم هیچ وقت توصیه نمی کنم انجام دادن این نوع دعاها رو. ساعت عطارد اولین ساعت روز چهارشنبه هستش. سعد اصغره. توی این روز شما میتونید طلسمات زبانبند و شاید بعضی دعاهای محبت میتونن مؤثر باشن که توی خود طلسم اشاره شده باشه به اینکه توی ساعت عطارد بنویسید. ولی ساعت عطارد برای انجام طلسم‌های زبانبند خوبه. ساعت مشتری اولین ساعت روز پنجشنبه هستش. سعد اکبره. دقیقاً عین روز یکشنبه ساعت شمس که گفتیم سعد اکبره، ساعت مشتری روز پنجشنبه هم سعد اکبره. برای دعاهای دوستی و کارگشایی و محبت و رزق و روزی و ازدواج و اینا عالیه. ولی هرچند وقتی که داریم با ساعت شمس مقایسش میکنیم، انجام دادن این گونه دعاها توی روز یکشنبه و ساعت شمس خیلی بهتر از پنجشنبه است. ولی اگر که احساس میکنید نیاز نیست دعای سنگینی بزنید، توی روز پنجشنبه ساعت مشتری هم میتونید این کار رو انجام بدید. جوابدهی عالی هم داره ها، خیلی عالی هم جواب میده. ولی ترجیح میدیم که روز یکشنبه توی ساعت شمس این دعاها رو انجام بدیم چون بهتر جواب میده. و بعد از اینکه ساعت شمس رو هم گفتیم میرسیم به آخرین ساعتمون، یعنی ساعت ظهره. ساعت ظهره سعد اکبره. برای دعاهای محبت و جلب و دوستی و رزق و روزی و محبت، تمام کارهای نیک رو میتونید توی این ساعت انجام بدید، مخصوصا توی روز جمعه که اولین ساعت روز جمعه ظهره هستش. بهترین ساعت برای تمامی کارهای نیک. اگر میخواید کارگشایی کنید،
طلسمات برای ازدواج بنویسید، بخت گشایی بنویسید، کارگشایی بنویسید، واقعا عالیه. خب این طلسمات من مال اولین ساعت هر روز رو گفتم. این توی طول روز و طول شب برای هر ساعت همونه. یعنی شما الان مثلا شنبه ساعت اول زحله، ساعت هشتم هم زحله. یعنی زحلی که توی شنبه ساعت اول نحس اکبر بود، توی ساعت هشتم هم دوباره همون نحس اکبره. یا مثلا ساعت شمس روز یک شنبه اولین ساعت شمسه. این که سعد اکبره ساعت ششم که مشتریه، اونم سعد اکبر. ساعت هشتم که دوباره شمس هستش، اونم سعد اکبره. پس ما ساعات رو شناختیم و فهمیدیم که کدوم دعا رو باید توی کدوم ساعت انجام بدیم و هر ساعت توی هر روز توی چه مکانی قرار داره، چطوری حساب کنیم که این ساعت کجاست. همین اعمال رو که بهتون گفتم برای روز، همین ها رو برای شب هم میتونید انجام بدید. مثلا میخواید ساعتهای شب رو حساب کنید، غروب خورشید شهر خودتون رو حساب میکنید تا طلوع خورشید شهر خودتون. مثلا شد 13 ساعت، تقسیم بر 12ش میکنید، به 12 قسمت تقسیمش میکنید. مثلا برای هر ساعت میاد 1 ساعت و 5 دقیقه. خب 1 ساعت و 5 دقیقه اول میشه 1 قسمت، 1 ساعت و 5 دقیقه دوم میشه 1 قسمت، و بر اثر این جدولی که براتون عکسش رو آپلود کردم میتونید مشخص کنید و بفهمید که توی کدوم ساعت هستید و کدوم دعاها رو باید انجام بدید. خب این ویدیو همینجا به پایان میرسه. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. تا آموزش و ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار همگی.